اگر می‌خواستم به کسی که بهترین نظریه در بین همه نظریات تاریخ بشر را مطرح ساخته جایزه‌ای بدهم، آن را پیش از نیوتن و اینشتین و هر کس دیگری به داروین می‌دادم. نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی داروین با یک حرکت عرصه‌های حیات، معنا و مقصود را با فیزیک، سازوکارهای مکانیکی، علت و معلول و قانون طبیعت یک پارچه می کند. اما این نظریه فقط یک نظریه شگرف نیست، یک ایده خطرناک نیز است. آنچه که شنیدید پاراگراف مشهوریه از کتاب مرحوم مغفور دنیل دنت فیلسوف، کتابی به نام ایده خطرناک داروین. اما چرا خطرناک؟ چرا یک نظریه علمی باید خطرناک باشه؟ یا اصلا چطور میتونه خطرناک باشه؟ اگر جواب شما به این سوال چیزی تو مایه های اینه که ازش سوء استفاده سیاسی شده و مثلا خوراک نظری برای جریان های نظیر جنبش اصلاح نژاد یا داروینیسم اجتماعی به وجود آورده، باید بگم که مسئله رو کاملا اشتباه متوجه شدید. اولا هیچ کدوم از این دو جریان سیاسی مطلقاً هیچ ربطی به نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی ندارن. یعنی دست کم به لحاظ نظری هیچ جوره نمیشه از نظریه داروین دستور کارهای این جریان‌های سیاسی رو در آورد. و دوما اون خطری که دنت بهش اشاره میکنه خیلی جدی‌تر از اون مسیریه که تهش کوره‌های آدم سوزی بود. در این مورد در اپیزود زیست شناسی و سیاست مفصل تر توضیح خواهم داد، ولی فعلا بریم سراغ این که بفهمیم اساساً نظریه داروین چی بوده. داروین نوشته های بسیاری داره، ولی 3 کتاب اصلیش عبارتند از درباره خاستگاه گونه ها از طریق انتخاب طبیعی یا حفظ نژادهای مطلوب در نزاع برای حیات، کل اینا همش عنوان کتاب بود، که در 1959 چاپ شد و داروین طی اون 2 تا ایده انقلابی رو ارائه کرد. یکی این که همه موجودات زنده از یک جد مشترک به وجود اومدن و دیگری این که این فرایند طی اون چیزی که داروین اسمش رو تکامل از طریق انتخاب طبیعی گذاشت رخ داده. کتاب دوم تبار انسان و انتخاب درباره جنس که در 1871 چاپ شد و طی اون داروین نظریه تکامل از طریق انتخاب جنسیش رو مطرح کرد. و در نهایت کتاب بیان احساسات در انسان و حیوانات که در سال 1872 منتشر شد و داروین بالاخره به سراغ روانشناسی رفت تا رفتارها و قوای شناختی انسان و حیوانات رو از منظر نظریه شگفت انگیزش مورد بررسی قرار بده. توی این اپیزود سعی خواهیم کرد به ساده ترین شکل ممکن در مورد تکامل از طریق انتخاب طبیعی حرف بزنیم. منتها قبلش به نظرم لازم 2 نکته رو بگم. یکی از مشکلات اصلی در مواجهه با نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی اینه که بسیار سهل و ممتنع است. به این معنی که کل نظریه رو میشه تو حد اکثر 1-2 پاراگراف خلاصه کرد و اکثر آدم‌ها هم بعد از خوندن این 1-2 پاراگراف این حس رو دارن که فهمیدن نظریه چیه. ولی در واقعیت این نظریه چنان با پیش‌فرض‌های ذهنی و شهودهای ما در تناقضه
که ما علیرغم این که ممکنه در لحظه فکر کنیم فهمیدیم نظریه رو، ولی نمیتونیم ابعاد واقعی پیامدهاش رو به تمامی درک کنیم. این نظریه چنان سهمگین و فراگیر و بنیادینه که درکش و فهم این که دقیقاً چه تأثیراتی بر صورتبندی ما از حیات میذاره تنها بعد از سعی و تلاش و تأمل فراوان به دست میاد. یکی از این شهودهایی که گفتیم در تعارض با نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی، باور به علیت که احتمالاً یک ویژگی شناختی ذاتی هم هست، چرا که مثلا نشون داده شده که بچه‌ها از سنین خیلی پایین از حدود 3 ماهگی به نوع علیت باور دارن. یعنی فکر میکنن که اگه مثلا قرار یک توپ حرکت کنه نیاز داره که یک نیرویی بهش وارد بشه و حالا اگه به هر روشی ببینن که جلوشون یک توپ ساکنی یهویی شروع به حرکت میکنه خیلی شگفت زده میشن، چون برخلاف شهودشون. حالا داروین اومده یه نظریه داده درباره به وجود آمدن حیات بدون اینکه هیچ علیتی در اون وجود داشته باشه. این مسئله باعث میشه که ما وقتی نظریه رو میخونیم مدام مستعد این باشیم که عاملیتی رو به چیزی نسبت بدیم که وجود نداره. مثلا وقتی میگیم تکامل از طریق انتخاب طبیعی، مدام این خطر وجود داره که طبیعت رو، حالا هر تصوری که ازش داریم، در نقش یک عاملی در نظر بیاریم که داره عاملانه و فعالانه انتخاب میکنه و این بسیار اشتباه. دلیل دیگر شگفت‌انگیز بودن نظریه داروین اینه که بدون آگاهی از وجود ژن‌ها و در واقع بدون داشتن هیچ دانش ژنتیکی صورتبندی شد. طی 120 سال بعدی از 1859 تا 1970 میلادی بود که مدل وراثت مندلی ارائه شد و دی ان ای کشف شد و بر اساس تلفیق داده‌های به دست اومده از ژنتیک و تکامل نظریه سنتز نوین شکل گرفت. ما اینجا تکامل رو بر اساس همون سنتز نوین تعریف و تحلیل خواهیم کرد. خب حالا بریم سر تعریف نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی که دست کم 2 بخش داره، یکی تکامل و یکی انتخاب طبیعی. تکامل یا اِوولوشن یعنی تغییر آرایش ژنتیکی جمعیت در طول زمان. در این تعریف جمعیت به گروهی از افراد گفته میشه که با هم درون‌آمیزی دارن. دقت بکنید که هیچ قضاوتی درباره کیفیت این تغییر در تعریف وجود نداره. نمیگه بهتر شده یا فلان شده یا بهمان شده. صرفاً میگه تغییر در آرایش ژنتیکی جمعیت در طول زمان. فرض کنید که ما یک جمعیت 100 تایی از گنجشک‌ها رو داریم که 70% این افراد این جمعیت رنگشون آبیه و 30%شون رنگشون زرده. همینطور فرض کنید که رنگ گنجشک‌ها رو یک ژن کنترل میکنه. این یعنی اینکه نسبت آرایش ژنتیکی برای رنگ گنجشک‌ها 70-30. حالا یه شب یه رعد و برقی میزنه و یه درختی که 50 تا گنجشک روش زندگی میکردن رو آتیش میزنه و همه اون 50 تا که تصادفاً همشون هم آبی بودن میمیرن. نتیجه چی میشه؟ آرایش ژنتیکی میشه 20-30 یا 40% آبی در برابر 60% زرد. یعنی آرایش ژنتیکی جمعیت تغییر کرده و این یعنی جمعیت تکامل یافته. ولی این تکامل بدون تأثیر انتخاب طبیعی بوده. در واقع تکامل در جمعیت از طریق دست کم 3 روش میتونه رخ بده: رانش یا genetic drift، شارش یا genetic flow و انتخاب یا selection. رانش میشه یه چیزی مثل همین رعد و برق، عاملی مستقل از ویژگی‌های فرد که به صورت تصادفی باعث حذف بخشی از جمعیت میشه. شارش میشه مهاجرت، وقتی بخشی از جمعیت از بقیه جدا میشه جوری که دیگه نمیتونه به اونها آمیزش کنه. مثلا در عصر یخبندان خیلی از دریاها یخ زده بودن و آدم‌ها میتونستن از روشون رد بشن و برن به جزیره‌های دیگه، ولی با گرم شدن هوا و ذوب شدن دریاها دیگه مسیر حرکت بین این دو جمعیت از آدم‌ها قطع شده بود و نمیتونستن با هم دیگه جفتگیری کنن. و انتخاب 2 نوع داره: انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی. داروین نخست در اثر سترگ و تاریخ ساز خودش اصل انواع
تکامل از طریق انتخاب طبیعی رو صورتبندی کرد و بعد در کتاب نسب انسان و انتخاب در رابطه با جنس تکامل از طریق انتخاب جنسی رو ارائه کرد. ما توی این اپیزود صرفا به انتخاب طبیعی میپردازیم و بعدتر در اپیزود دوم از فصل دوم به صورت جداگانه و مفصل به انتخاب جنسی خواهیم پرداخت. اما انتخاب طبیعی، بنا به نظریه داروین، اگر جمعیتی 4 ویژگی داشته باشه، در اون جمعیت جبران و حتما و به طرز اجتناب ناپذیری انتخاب طبیعی رخ میده و منجر به تغییر آرایش ژنتیکی جمعیت و لذا تکامل میشه. اون 4 ویژگی اینها هستن. اول، افراد درون جمعیت با همدیگه تفاوت داشته باشه. مثلا همون جمعیت گنجشک‌ها رو در نظر بگیرید. قبلا در موردشون گفتیم که در اینها رنگ افراد با همدیگه فرق میکنه. حالا فرض کنید که یه فرق دیگه شون اینه که اندازه منقارهاشون هم با هم فرق میکنه. بعضی ها منقار کوتاهن، بعضی ها منقار دراز. شرط دوم، این تفاوت‌های موجود بین افراد دست کم تا اندازه‌ای وراثت پذیر باشن. یعنی فرزندان اون صفات رو از والدینشون به ارث ببرن. یعنی منقار درازها بچه‌های منقار دراز تولید کنن و منقار کوتاه‌ها جوجه‌هایی با منقارهای کوتاه. شرط سوم، بعضی از افراد در مقایسه با دیگران در بقا و تولید مثل موفق تر باشن. یعنی بعضی از گنجشک‌ها بیشتر جوجه بذارن و بعضی ها کمتر. شرط چهارم، این بقا و تولید مثل موفق تر نه از سر تصادف بلکه به خاطر ویژگی‌های وراثت پذیر و ارثی باشه. یعنی مثلا در مورد جمعیت گنجشک‌های ما، منقار درازها به واسطه دراز بودن منقارشون به منابع بیشتری در مقایسه با منقار کوتاه‌ها دسترسی داشته باشن. مثلا بتونن از سوی سوراخ‌های عمیق‌تری غذا پیدا کنن که منقار کوتاه‌ها به اونها دسترسی ندارن و به واسطه منابع بیشتر بتونن در قیاس با منقار کوتاه‌ها جوجه‌های بیشتری تولید کنن. خب اگر این 4 شرط برقرار باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در هر نسل اونها که منقار درازتری دارن انرژی بیشتری به دست میارن، در نتیجه تولید مثل بیشتری میکنن و جوجه های بیشتری نسبت به بقیه تولید میکنن. یعنی در هر نسل نمایندگان بیشتری در جمعیت به وجود میارن. به بیان دیگه، هر نسل که میگذره نسبت منقار درازها به سایر اعضای گونه یا سایر اعضای جمعیت بیشتر و بیشتر میشه. از اونجا که گفتیم طول منقار یک ویژگی وراثت پذیره، این یعنی آرایش ژنتیکی جمعیت داره تغییر میکنه که معادل همونه که بگیم جمعیت داره تکامل پیدا میکنه. به این نوع تکامل میگن تکامل از طریق انتخاب طبیعی. در زیستشناسی تکاملی تعداد بچه‌های زنده و زایایی که هر ارگانیسم تولید میکنه و به نسل بعد میفرسته رو میگن شایستگی تکاملی که نموداری است از موفقیت تولید مثلی هر فرد. دقت کنید که بچه‌ها هم باید زنده باشن و هم زایا، یعنی بتونن خودشون بچه تولید کنن. در طی تکامل از طریق انتخاب طبیعی هر صفتی که بتواند شایستگی تکاملی رو افزایش بده انتخاب میشه. یا به عبارت دقیق‌تر، در هر نسل هر صفتی که به فرد جاندار این امکان رو بده که در مقایسه با سایر افراد جمعیت بتونه بیشتر تولید مثل کنه، احتمال باقی موندنش در جمعیت بیشتره. به 2 عبارت مهم توی این جمله دقت کنید. اول این که داره تاکید میکنه شایستگی تکاملی مفهومیه که در نسبت با دیگران تعریف میشه، و دوم این که داره به باقی موندن اشاره میکنه که برخلاف عبارت انتخاب شدن نیازی به یک عامل فعال، به یک عاملیت نداره. درباره اهمیت این صورتبندی به خصوص در اپیزود مربوط به سیاست و زیست شناسی بحث خواهیم کرد. به این معنا
چه ویژگی‌های بدنی و آناتومیک ما و چه خصوصیات ذهنی و شناختی ما و هر موجود زنده دیگری که امروز وجود داره یا مستقیماً به افزایش شایستگی تکاملی در اجداد ما کمک می‌کرده و یا محصول فرعی شاخص‌های دیگریه که اونها به افزایش موفقیت تولید مثلی در اجداد ما کمک می‌کردن. در مورد تفاوت این دوتا، یعنی صفاتی که مستقیما بر شایستگی تکاملی ما اثر دارند و صفاتی که فراورده فرعی تکامل هستند، در اپیزود بعدی مفصل تر سخن خواهم گفت. منتها الان میخوام بر این نکته تاکید کنم که این نتیجه گیری به این معناست که اگر ما در یک گونه جاندار، در یک گونه زنده، یک ویژگی پیدا که اون ویژگی موفقیت تولید مثلی فرد رو کاهش میده، ولی در عین حال در جمعیت به طور گسترده‌ای وجود داره، کل نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی زیر سوال خواهد رفت. ولی ما بعد از 170 سال از نظریه تکامل چون این چیزی رو هنوز پیدا نکرد. به این موضوع باز خواهیم گشت. اگر الان دارید به خودتون فکر میکنید که پس با این حساب همجنسگرایی نقص تکامله، باید بگم که پاسخ شما در اپیزود مربوط به همجنسگرایی موجوده. باید صبر کنید تا برسی به اون اپیزود. یه مرور بکنیم چه گفتیم تا اینجا. تکامل رو تعریف کردیم، گفتیم یعنی تغییر آرایش ژنتیک جمعیت. گفتیم که از طریق سه نیروی اصلی به پیش میره که عبارت بودند از رانش، شارش و انتخاب. گفتیم که انتخاب دو نوع داره، طبیعی و جنسی. درباره سازوکار انتخاب طبیعی حرف زدیم. مفهوم شایستگی تکاملی رو معرفی کردیم که نموداری بود از موفقیت تولید مثلی و به صورت تعداد بچه‌های زنده و زایا تعریف میشد. فرآیند تکامل از طریق انتخاب طبیعی دو تا خصوصیت هم داره که بسیار مهمه. یکی این که تکامل از طریق انتخاب طبیعی کوته نظره و دیگر این که خاصیت انباشتی داره. کوته نظر بودن تکامل به این معناست که فقط جلوی پاش رو میبینه و امکان آینده نگری رو نداره. تکامل از طریق انتخاب طبیعی فقط میتونه مشکلات آنی رو حل کنه، مشکلاتی که همین لحظه در برابر موجود زنده وجود داره. خاصیت انباشتی تکامل هم به این اشاره داره که همین راه حل‌های آنی که برای حل مشکلات در لحظه انتخاب شدن در مرور زمان روی همدیگه جمع میشن و ویژگی‌های موجود زنده رو تشکیل میدن. مثلا عصب ریکارنت لارنجیال یا عصب حنجره‌ای برگشتی رو در نظر بگیرید. این عصب بخشی از عصب مغزی شماره 10 که قرار حنجره رو عصب دهی کنه. معادل این عصب در اجداد ماهیسان ما مسیر مستقیمی داشته و مستقیم از مغز به ناحیه‌ای که باید عصب دهی می‌کرده متصل می‌شد. منتها بعدتر لازم شده که اجزای دیگری در بدن به وجود بیاد، مثلا مثل قوس آئورت، و به دلیل محدودیت‌های آناتومیک این عصب باید از زیر قوس آئورت رد می‌شد. همینطور که میایم جلو بدن تغییر شکل میده و در مثلا انسان فاصله مغز تا قوس آئورت بیشتر و بیشتر میشه و همینطور که این اندازه افزایش پیدا میکنه این عصب هم هی بلندتر و بلندتر میشه، اونم بی جهت. فاصله مغز تا حنجره در انسان خیلی کمتر از فاصله مغز تا قلبه، ولی دقیقاً به خاطر همین ویژگی انباشتی تکامل که ویژگی‌های جدید روی ویژگی‌های قدیمی سوار میشن، این عصب باید تا قلب بره پایین و باز دوباره بیاد بالا. در زرافه این عصب نزدیک به 5 متره. تا اینجا تکامل تعریف کردیم. از اینجا به بعد میخوایم با طرح یک مثال واقعی و عملی همین چیزهایی که گفتیم رو مرور کنیم و به درک دقیق تری از سازوکار تکامل از طریق انتخاب طبیعی و ویژگی‌های اون برسیم. علاوه بر این مثال به ما کمک میکنه بفهمیم یک نگاه تکاملی به حیات چطور تونست به ما در کنترل یکی از کشنده ترین ویروس‌های تاریخ بشر کمک کنه. HIV یا ویروس نقص ایمنی انسان رو احتمالاً همه باهاش آشنا هستن.
تخمین زده میشه که این ویروس در اوایل قرن 20 دهه 1920 در آفریقا و از شامپانزه به انسان منتقل شد. احتمالاً در حین فرایند شکار. ویروس بعدتر از روش‌های مختلف از جمله رابطه جنسی در جمعیت انسانی گسترش پیدا کرد. کشف ویروس هم به این صورت بود که طی دهه 80 میلادی یه سری عفونت‌های گزارش شد که عاملشون پاتوژن‌ها یا عوامل بیماریزای خیلی عجیب و غریبی بودن. عجیب و غریب به این معنی که تا پیش از این اصلاً دیده نشده بود که همچین عواملی، همچین بیماریزاهایی بتونن عامل عفونت بشن در انسان. اونم به این خاطر که سیستم ایمنی اکثر آدم‌ها توانایی این رو داشت که از پس این پاتوژن‌ها بر بیاد. ولی بعدتر معلوم شد که HIV کل سیستم ایمنی بدن رو مختل میکنه و بدنی هم که سیستم ایمنی نداشته باشه حتی خوشخیم ترین میکروب ها هم براش بدل میشن به هیولاهای ترسناک. در حوالی سال 2010 ویروس HIV در آمریکا هر 9.5 دقیقه یک نفر تازه رو مبتلا میکرد و بنا به آمار جهانی هر 8 دقیقه یک نفر رو میکشت. تا به امروز بعد از آنفولانزای اسپانیایی که حدود 90 میلیون نفر رو طی 3 ماه کشت و طاعون که حدود 75 تا 200 میلیون نفر رو کشت، از جمله حدود 1 تا 2/3 جمعیت اروپا رو، HIV رتبه 3مین قاتل گونه انسان رو داره با حدود 43 میلیون کشته تا به امروز. اولین درمان پیشنهادی برای ویروس دارویی بود به اسم آزیدوتیمیدین. بیایید محض راحتی اسم این اولین دارو رو بذاریم آذر. داروی آذر کارش مهار یکی از آنزیم‌های ویروس بود، به این صورت که عین یک چوب که لای چرخ میره و حرکتش رو مختل میکنه، دارو میرفت مینشست روی قسمتی از ساختمان آنزیم و عملکردش رو مختل میکرد. نتیجه اولیه خیلی هم خوب و امیدوار کننده بود. حتی تونستن مقدار ویروس تو خون رو به سطح کاملا غیر قابل شناسایی برسونن. انگار که بیماری کاملا درمان شده باشه. منتها افتاد مشکل این بود که بیمارایی که داروی آذر رو میگرفتن بعد از یک مدتی بار ویروس توشون زیاد میشد. اوایل سعی کردن با افزایش دوز دارو مشکل رو حل کنن، ولی بعد یه بیمارای پیدا شدن که دیگه هر چقدر هم دارو میگرفتن باز بار ویروس کم نمیشد. بدتر این که یک سری بیمارانی پیدا شدن که تازه تشخیص داده شده بودن و تا حالا هیچ دارویی هم مصرف نکرده بودن، ولی وقتی برای اولین بار هم به اونها داروی آذر رو میدادن، اونها هم به دارو مقاومت نشون میدادن. پرسشی که برای دانشمندا به وجود اومد این بود که چرا اینجوری شده؟ بررسی ویروس توی این بیمارای مقاوم به دارو نشون داد که این ویروس شبیه اون ویروس اولیه‌ای که کشف شده بود نیست و ساختمان آنزیمش فرق کرده. اون جایی از آنزیم که محل حمله داروی آذر بود تغییر شکل داده بود و این باعث شده بود که دارو دیگه نتونه روی اون ناحیه از آنزیم بنشینه و لذا ویروس نسبت به دارو مقاوم شده بود. عین همین سناریو تقریباً برای همه داروهای دیگری که استفاده می‌کردند هم رخ میداد. بیمار اولش خوب میشد، باز دوباره برمیگشت سر جای اولش. احتمالاً تا الان حدس زدید که ماجرا چی بوده. جمعیت ویروس تکامل پیدا می‌کرد. بیایید دوباره اون 4 شرط لازم و کافی برای تکامل از طریق انتخاب طبیعی رو به یاد بیارید. 1. ویروس‌های درون یک جمعیت با همدیگه فرق می‌کنن و از جمله این تفاوت‌ها ساختار و عملکرد آنزیم‌هاشونه. بعضیا آنزیمشون چشمابیه، بعضیا آنزیمشون چشم قهوه‌ایه. یه عده چشم سبزن، یه عده کهربایی و قصه هازا. 2. این تفاوت‌های موجود بین ویروس‌ها وراثت پذیرن، یعنی ویروس‌هایی با آنزیم چشمابی ویروس‌هایی با آنزیم چشمابی تولید می‌کنن. توجه دارید که وقتی میگم آنزیم چشمابی یا چشم کهربایی منظورم تاکید بر تفاوت‌های اوناست. آنزیم‌ها همشون میتونن کار اصلی رو انجام بدن، همونطور که همه چشم‌ها با هر رنگی دیدن رو انجام میدن و میتونن ببینن، ولی بعضی از آنزیم‌ها توالی نوکلئوتیدیشون یک جوره و اونای دیگه یه جور دیگه، کما اینکه بعضی چشم‌ها رنگشون آبیه، بعضی دیگه سبز. به این حالت میگن پلیمورفیسم یا چند شکلی. در وضعیت معمول این تفاوت‌ها تغییری در کارکرد و لذا موفقیت تولید مثلی و بقا ایجاد نمی‌کنند. چشم آبی‌ها تولید مثل موفق‌تری از چشم قهوه‌ای‌ها ندارن.
3. بعضی ویروس ها بیشتر از بقیه بقا پیدا میکنن. و 4. این تفاوت در بقا محصول ویژگی های وراثت پذیر. همونطور که گفتیم کار داروی آذر این بود که مثل یک چوب بره لای چرخ آنزیم و کارکردش رو مختل کنه. منتها همونطور که گفتم ساختمان و ساختار آنزیم ها با هم دیگه فرق داره. در مورد بعضی از این آنزیم ها ساختار یه جوریه که داروی آذر راحت میتونه روی آنزیم بنشینه و در مورد بعضی دیگه این جوریه که دارو نمیتونه راحت روی آنزیم بنشینه. اونایی که دارو میتونه روشون بنشینه کارکردشون به کل مختل میشه و کلا از بین میرن و موفقیت تولید مثلیشون هم صفر میشه. برای همین وقتی دارو رو اول استفاده میکنن بخش عمده جمعیت که آنزیم هاشون حساس به داروه به کل از بین میره و جمعیت ویروس اونقدر کم میشه که دیگه نمیشه حتی تشخیصش داد. منتها جمعیت صفر نمیشه. یک مقدار ویروس باقی میمونه و اونها ویروس هایین که آنزیمشون به طریقی در برابر دارو مقاوم بوده و در عین وجود دارو در بدن تونستن به تولید مثل ادامه بدن. اینهان که باقی میمونن و تولید مثل میکنن و کم کم بخش بزرگتر و بزرگتری از جمعیت رو تشکیل میدن. و اگر همینطور دقت کنید به این نکته، اگر همینطور دارو استفاده بشه فقط و فقط اونهایی بقا پیدا میکنن که به دارو مقاومن. پس اینطوری بود که ویروس HIV یا در واقع بهتر بگم جمعیت ویروس HIV تکامل پیدا می‌کرد. اما همونطور که تکامل از طریق انتخاب طبیعی این امکان رو به جمعیت ویروس میده که در برابر درمان مقاومت کنه، فهم سازوکار تکامل به ما هم کمک میکنه که چاره‌ای برای مقابله باهاش بیاندیشیم. امروزه مبتلایان به HIV در صورت دسترسی به درمان تقریباً به عمر طبیعی میمیرن. این به معنای این نیست که درمان میشن یا کیور میشن. اونها تقریباً تا آخر عمر باید دارو بگیرن، ولی به لطف بینشی که تکامل از طریق انتخاب طبیعی به ما میبخشه این بیماران میتونن در تمام عمر مثل یک فرد سالم زندگی کنن. اما چطور چنین چیزی ممکن شد؟ بیایید دوباره مرور کنیم. مشکل ما در برخورد با HIV این نبود که دارو علیهش نداشتیم. این بود که داروها خیلی زود بی اثر می شدن. چرا بی اثر می شدن؟ چون جمعیت ویروس از طریق انتخاب طبیعی تکامل پیدا می کرد و آرایش ژنتیکیش از وضعیت حساس به دارو به وضعیت مقاوم به دارو تغییر می کرد. خب پس مشکل اینجاست که جمعیت داره تکامل پیدا می کنه. پس راه حل اینه که نذاریم تکامل پیدا کنه. اما چجوری میشه جلوی تکامل از طریق انتخاب طبیعی رو گرفت؟ درمانی که امروز برای HIV استفاده میشه اسمش هست هارت که مخفف Highly Antiretroviral Therapy هستش. هارت به طور خلاصه یعنی استفاده از چندین داروی ضد ویروس که هر کدومشون یک جای ویروس رو مورد حمله قرار میدن. اهمیت و کارکرد این رویکرد درمانی چیه؟ اینه که احتمال بقا رو برای جمعیت ویروس کاهش میده. یعنی اگر در یک رژیم دارویی هر ویروسی که یک جهش مقاوم کننده داشت میتونست از زیر ساطور دارو در بره، در رژیم چند دارویی باید یک ویروسی باشه که به همه اون داروها مقاوم باشه و این احتمال مقاومت رو به صورت تصاعدی میاره پایین. از اون طرف رژیم دارویی هم باید به صورت متناوب تغییر کنه. این تغییر متناوب هم خیلی مهمه. فرض کنید مثلا توی اسفند ماه هستید و هوا هر روز داره گرمتر میشه و شما هم هر روز موقع رفتن به سر کار لباساتون رو کمتر و کمتر میکنید. روزهای اول کاپشن زمستونی میپوشید، بعد عوضش میکنید به کاپشن بهاره، بعد دیگه کاپشن نمیپوشید، بعد پلیور رو در میارید، بعد آستین کوتاه و بعد یه روز که با آستین کوتاه اومدید بیرون میبینید هوا سرد شده بدجور و سوز میاد همون جور. خب چاییدین دیگه. جمعیت ویروس هم همینطوره. تا دیروز مانع بقاش آذر بوده، الان یه هوی بهش بهمن دید. به یاد بیارید که تکامل از طریق انتخاب طبیعی یک فرایند کوتاه‌بینه و همیشه فقط جلوی پاش رو نگاه میکنه. لذا وقتی داریم به مریض داروی آذر میدیم، ویروسا با خودشون نمیگن که حالا این ژن مقاوم به داروی بهمن رو هم نگه داریم شاید بعداً به کار بیاد. نه اینکه نگن،
اگه بگن هم مهم نیست، حذف میشن. فقط اونهایی باقی میمونن که حداقل امکانات لازم برای بقا رو داشته باشن. بار اضافی یعنی انرژی الکی خرج کردن و این یعنی کمتر تولید مثل کردن و این یعنی حذف از رقابت برای بقا. بیایید دوباره مرور کنیم. ما از داستان HIV چه درسی گرفتیم؟ در تکامل از طریق انتخاب طبیعی کسی انتخاب نمیشه، کسانی باقی میمونن، کسانی که میتونن نسبت به دیگران بیشتر تولید مثل کنن در طول زمان جمعیت رو خواهند گرفت. تکامل از طریق انتخاب طبیعی کوتاه‌بین و کوره. ویژگی هایی که امروز میتونه به فرد کمک کنه بیشتر تولید مثل کنن ممکنه فردا برای فرزندان همون فرد مخرب و زیانبار باشن و تولید مثلش رو مختل کنن. به عبارت دیگه صفتی که در وضعیت الف انتخاب میشه الزاماً همون صفتی نیست که در وضعیت ب هم انتخاب میشه. این یعنی تکامل الزاماً به سوی یک مقصد مشخص در حال حرکت نیست. حالا البته ممکنه یکی اعتراض کنه و بگه که اگه اینجوره پس چرا ما در طول زمان مدام میبینیم که موجودات در طی تکامل دارن به سوی پیچیدگی بیشتر حرکت میکنن؟ پاسخ اینه که درسته که ما وقتی از 4 میلیارد سال پیش که نخستین نشانه های حیات بر روی زمین پدیدار شد هرچی به جلوتر میایم موجودات پیچیده تری میبینیم. پیچیدگی رو اینجا معادل میزان اطلاعاتی در نظر بگیرید که برای توصیف یا تشخیص یک سیستم لازمه. اما 2 نکته است. اولا اینکه این روند خطی نیست. در خیلی از موارد موجودات در طی تکامل پیچیدگی رو وقتی که به تولید مثل بیشتر منجر نمی‌شده از دست میدادن. یه مثال کتاب درسی و خیلی معروف این ماجرا یه گونه‌ای به اسم سی اسکوئرت یا صخر چسب که در بعد تولد یک مغز و چشمی داره که از طریق اونها مکان زندگیش رو پیدا میکنه. ولی وقتی که جاش رو پیدا کرد سیستم عصبی خودش رو، مغز و نخاع و چشمش رو میخوره یا به عبارت دیگه هضم میکنه، چون دیگه نیازی به اونها نداره و نقشی در بقا و تولید مثلش بازی نمیکنه. این مثال نشون میده که پیچیدگی تنها زمانی به درد بخوره که بتونه یک مشکلی رو حل بکنه، ولی یک هدف اجتناب ناپذیر نیست. نکته دوم این که این روند افزایش پیچیدگی که میبینیم محصول محدودیت منابع. در سیستمی که منابع محدوده افراد بر سر منابع رقابت میکنن. کسی که در رقابت میبازه یا باید منقرض بشه یا باید روش‌های تازه‌ای برای کسب انرژی از منابع دیگه به دست بیاره. این روش‌های تازه در قالب موارد یعنی پیچیده تر شدن. در زمان ارائه نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی هم خود داروین و هم منتقدانش میدونستن که نظریه با 4 مشکل بنیادین روبرو هست. این 4 مشکل عبارتند از: اول اینکه مکانیسم وراثت چیه؟ دوم اینکه سازوکار به وجود اومدن گوناگونی ها در جمعیت چیا هستند؟ سوم اینکه رفتارهای فداکارانه نظیر اون چی که در مورچه ها یا زنبورها مشاهده میشه رو چطوری میشه توضیح داد؟ و چهارم این مسئله که به نظر میرسید برخی ویژگی های جانوران اونها رو در میدان نبرد در وضعیت نامناسبی قرار میده، مثل دم طاووس که در واقع مهمترین عامل کمک کننده به ببر یعنی شکارچی بومیشه. مورد اول و دوم نه در زمان حیات داروین بلکه در نیمه دوم قرن 20 و با پیشرفت شگفت‌انگیز ژنتیک پاسخ داده شد. مورد سوم و چهارم رو خود داروین اما براشون پاسخ‌های صورت بندی کرد. پاسخی که داروین به مورد سوم داد گرچه در ابتدا مورد استقبال گسترده قرار گرفت ولی در دهه‌های بعدی نقض شد. برعکس پاسخش به مورد چهارم در ابتدا با بی‌اعتنایی مطلق جوامع علمی روبرو شد ولی هرچه که گذشت بیشتر معلوم شد که حق با داروین بوده. در اپیزود دوم فصل دوم به تفصیل درباره پاسخ درخشان داروین به این مورد خواهیم پرداخت. اما پیش از اون لازمه درباره موضوع دیگری حرف بزنیم، درباره تکامل انسان.